خب شده تا حالا در مورد مهندسی پزشکی فکر کنید؟ دوره بحث کنکور داغ شد، رسیدیم به بحث انتخاب گرایش ها و رشته ها و اینا و من تعداد زیادی پیغام گرفتم که میتونی در مورد مهندسی پزشکی واسه ما توضیح بدی. من الان میخوام این کارو انجام بدم. اول خودم معرفی کنم. من محمد علی احمدی پژوه هستم، دکترای مهندسی پزشکی، 12 سالگی هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم و حیطه تخصصیم هم بحث بیوالکتریک هست. روی تجهیزات پزشکی کار میکنم، روی بحث توانبخشی کار میکنم، همچنین روی بحث عملکرد مغز، کنترل حرکت انسان و چیزایی مثل این سالهاست که داریم کار میکنیم. من ابتدا یه تعریفی بکنم از خود مهندسی پزشکی که اصلا مهندسی پزشکی چی هست و بعد میخوام یه ذره در مورد بحث گرایشاش صحبت بکنم و این مقدار در مورد بحث آینده شغلی و کاری که میشه تو مهندسی پزشکی انجام داد براتون توضیحاتی بدم. اول بگیم مهندسی پزشکی چی هست. مهندسی پزشکی به عبارتی اگر بخوایم بگیم یه سری از روش‌های مهندسی از گرایش‌های مختلف، برق، مکانیک، شیمی، پلیمر، کامپیوتر، آیتی، هر کدوم از اینا که در نظر بگیریم و اون سمتش بحث پزشکی و سلامت رو بخوایم بهش مربوط بکنیم، به عبارت یک راه حل برای مشکلات درون حیطه سلامت و پزشکی ارائه بدیم با این ابزارهای مهندسی، این میشه مهندسی پزشکی. پس همینطور که من تعریف کردم، مهندسی پزشکی یه حیطه خیلی گسترده است. یعنی شما میتونید از همه تقریبا گرایش‌های مهندسی یه ربطی به مهندسی پزشکی پیدا کنید و از اون طرفش هم پزشکی با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایی که داره یه ربطی به مهندسی پزشکی پیدا میکنه. چرا؟ چون نیاز داره از تجهیزات استفاده کنه، چون نیاز داره داده‌هاش رو پردازش کنه و چون نیاز داره که برای کاربردهای مختلف از مهندسی استفاده کنه. حالا ما توی این نگاه عملا میتونیم تو لول‌های مختلف بحث بکنیم. مثلا تو بحث پیشگیری، تو بحث تشخیص، تو بحث پایش و توی بحث درمان و حتی تو بحث بازتوانی میتونیم توی این موارد از مهندسی پزشکی انتظار کمک توی حیطه سلامت داشته باشیم. پس امیدوارم الان یه دید نسبی خوبی در مورد این که اصلا مهندسی پزشکی چی هست پیدا کرده باشیم. حالا بحث بعدی این میشه که من چه گرایش هایی رو دارم توی مهندسی پزشکی و میتونم توی اونها تحصیل کنم. توی کارشناسی حالا توی سالهای مختلف تغییراتی اتفاق افتاده توی نگاه وزارت بهداشت و وزارت علوم به مهندسی پزشکی. گرایش ها ادغام شده، گرایش ها مجزا شدن و غیره. اما حیطه هایی که الان توی دانشکده ها تدریس میشه و گرایش های بچه‌ها وقتی که دارن توش درس میخونن عموما به این سه گرایش اصلی تقسیم میشه: گرایش بیوالکتریک، گرایش بیومکانیک و گرایش بیومتریال یا بیومواد. بیوالکتریک چیه؟ اگر بخوایم بیوالکتریک رو تعریف بکنیم، یه طرف اون مهندسیش میشه برق، کامپیوتر، آیتی و چیزایی توی این حیطه و سمت سلامت هم که خب میشه همون بحث کلی سلامت، تجهیزات و غیره. پس ارتباط بین حیطه های برق و آیتی و اینها رو با تجهیزات و پزشکی و تحقیقات اون برقرار میکنه. گرایش دوم بیومکانیک عملاً ارتباط بین گرایش های مکانیک رو برقرار میکنه با حیطه سلامت که خود مکانیک هم باز شاخه‌های مختلف داره. مکانیک سیالات داریم که بحث جابجایی سیالات هست، مثل هوا، مثل خون، و گرایش جامدات داریم که بحث به عبارتی متریال هایی که استفاده میشه توی طراحی و ساخت و همچنین دیزاینی که انجام میشه توی طراحی و ساخت توی بحث جامدات خیلی مهم میشه. مثلا توی بحث طراحی پروتز، پای مصنوعی و غیره از این دانش باید استفاده بشه. پس این هم میشه یه گرایش دوم ما تو کارشناسی. و همچنین توی بحث سوم بیومواد رو داریم، از شیمی، پلیمر و مواد، ارتباطش با بحث سلامت و خیلی باز این حیطه الان رو به رشدی هست و خیلی هم علاقه‌مند داره توی این حیطه و تو بحث کارشناسی هم خیلی مورد توجه هست. خب این میشه گرایش‌های ما تو بحث کارشناسی. تو بحث ارشد دکترا یه ذره بحث‌های ذره تخصصی تر میشه دیگه. ما مثلا بحث مهندسی بافت رو داریم که باز خیلی مربوط میشه به همون بحث بیومواد و بحث بافت‌های مصنوعی و کشت اونها و رشد اونها به صورت پایه‌های مهندسی توش صحبت میشه. بحث عصبی شناختی رو داریم که بیشتر مربوط میشه به فرآیندهای شناختی که در مغز اتفاق میفته و همچنین کنترل اتفاقهایی که توی بدن میفته، تحلیل اونها و غیره از دید سیستم عصبی، از دید فعالیت مغز و سیستم عصبی. و یک گرایش دیگه هم بحث مهندسی اطلاعات پزشکی است به طور مثال که
باز خیلی نزدیک میشه به آیتی، بحث دیتا ماینینگ، بحث ببرتی داده کاوی و اینها توی این گرایش خیلی مهم میشه، بیگ دیتا و تحلیل داده های زیاد و اینها که حالا بیا انفورماتیک و اینها میتونه بهش مربوط بشه، تحلیل داده های ژن و سایر مباحث. پس اینا میشه بحث ادوانس تر که به عبارتی اینها رو توی ارشد و دکترا توی دانشکده‌ها ما داریم و اونها رو بهش میپردازیم. خب حالا پس هر کسی که توی این حیطه های مهندسی علاقه داشته باشه میتونه یه ربطی به مهندسی پزشکی پیدا کنه و به همین دلیل معمولا دانشجوهایی که میان تو مهندسی پزشکی بالاخره یه چیزی رو به عنوان اون مطلوب خودشون پیدا میکنه. یه تفاوت مهمیه نسبت به سایر رشته ها که شما از اول که میرید مثلا برق دیگه نمیتونید مثلا مکانیک که بخونید، اما توی مهندسی پزشکی وقتی وارد میشید مهندسی پزشکی سال دومه که مجزا میشید، میتونید یه سال فکر بکنید که میخواید کدوم گرایش رو برید و این دست شما رو باز میکنه. بحث بعدی بحث بیزینس، بحث کار، بحث درآمد و این هاست. خیلی سوال پرسیدن مهندسی پزشکی شغل خوبی هست؟ مهندسی پزشکی آینده داره؟ ببینید جواب این سوال خیلی اولا سخته از این بابت که خیلی برمیگرده به توانایی های شما میتونید فارغ التحصیل رتبه 1 برق باشید اما نتونید از دانشتون استفاده کنید و بیکار بمونید و میتونید فارغ التحصیل یه رشته نسبتاً ضعیفتر باشه توی دانشگاه پایینتر و یه شغل خوبی پیدا کنید و درآمد داشته باشید. لذا این خیلی برمیگرده به توانایی های شما که من توی یه فیلم بعدی که خدمتتون توضیح میدم این رو یه ذره باز میکنم. به عبارتی بحث تحلیل توانایی های شما خودش یه بحثه که خیلی مهمه توی کار. اما خب به صورت کلی اگر بخوایم بگیم کار توی مهندسی پزشکی چطوریه، من میتونم اونو به 3 بخش براتون تقسیم کنم. اول بیزینس. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، فکر میکنید چقدر از گردش مالی دنیا تو تجهیزات پزشکیه؟ اگه یه حدس بزنید خوبه. یه چیزی هول و هوش 860 میلیارد دلار گردش سالانه تجهیزات پزشکیه و این توی ایران یه چیزی هول و هوش 95 هزار میلیارد تومنه. خیلی عدد بزرگیه. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه یه شرکتی داشته باشید که بتونه تو این هیته کار بکنه و اقلامی رو تأمین بکنه، قطعا میتونه براتون سود ایجاد کنه. حالا آینده‌ای که پیش بینی کردن براتون بگم رو به رشد هم هست دیگه. یعنی برای سال 2034 پیش بینی کردن که بیش از 1 تریلیون دلار ترنوور تجهیزات پزشکیه و یه چیزی هول و هوش مثلا تقریبا 2 برابر این چیزی که الان هست و این خیلی به عبارتی اشتیاق ایجاد میکنه توی بحث سرمایه گذاری و بحث تولید و اینها که بعد در موردش صحبت میکنم. خب به هر بحث خرید و فروش تجهیزات میشه قسمت اول که یه شرکت تجهیزاتی میتونه توی این هیته کار کنه، واردات، نصب، خدمات پس از فروش و غیره رو انجام میده و طرف شرکت ها معمولا یا بیمارستان ها هستن یا کلینیک ها دولتی و خصوصی و با اونها کار میکنه. هیته دوم تولیده. یه روزی اون روزی که ما دانشجو بودیم، یه چیزی اولوش مثلا 20 سال پیش، تولید خیلی توی ایران ضعیف بود. یعنی میشد گفت تعداد شرکت هایی که تولید کننده تجهیزات پزشکی بودن شاید به اندازه تعداد انگشتای دست بود. اما الان یه عدد خیلی خوبی از ترنوور مالی تجهیزات پزشکی تو ایران بحث تولیده. ما همونطور گفتم هولوش 95 هزار میلیارد تومان گردش مالی تجهیزات پزشکیمون هست الان. هولوش 30 هزار میلیارد تومانش الان بحث تولیده. یعنی شرکت های تولید کننده و کارخونه هایی که تو این هیته دارن کار میکنن الان یه سهم خیلی خوبی دارن از این بازار. یه چیزی هولوش 1/3 این بازار رو دارن و 65 هزار میلیارد تومنش همچنان تو بحث وارداته که این خودش نشون میده که چه بازاری هست برای بحث تولید و با بحث حمایت هایی که تو تولید هست و اینها میتونه اینها به واسطه پتانسیل ورود به تولید تجهیزات پزشکی باشه و آینده نسبتا خوبیه. بحث سوم تحقیقات. به هر حال همه دوست ندارن تو بیزینس وارد شن، همه دوست ندارن که برن تو شرکت ها و کارخونه ها کار کنن و به کسی هم مثل من هست که دوست داره کار تحقیقات بکنه و تحقیقات میتونه توی باز 2 تا هیته وارد بشه. باز کسایی که نیمه
صنعتی هستن دوست دارن که توی کارخونه ها کار کنن. ما بحث آرندی کارخونه ها رو داریم و تولید کننده های تجهیزات پزشکی، گفتم یه عدد نسبتا خوبی الان دارن تولید میکنن و اینها نیازمند به محققایی که طراحی رو انجام بدن، محققایی که به عبارتی اون کار علمی قضیه رو پیش ببرن و این یه هیته خیلی خوبیه. یعنی شرکت‌های خیلی بزرگ ما آرندی‌هاشون رو دارن فارغ التحصیلای پی اچ دی و کارشناسی ارشد و اینها هدایت میکنن. بحث دیگه‌اش چیه؟ مرکز تحقیقاتی و دانشگاه. به هر حال ما تعداد زیادی دانشگاه داریم، مرکز تحقیقاتی داریم، چه در داخل و چه در خارج، و دوستان که علاقه‌مند به ادامه تحصیل هستن، دوست دارن که برن توی هیته‌های تحقیقاتی وارد بشن. معمولاً مهندسی پزشکی جزو هیته‌های بسیار پرطرفدار توی دنیا و به خاطر هم بحث رشدی که گفتم و بحث اینکه ایجاب تکنولوژیه، یعنی لبه علمه تو خیلی از چیزا. به طور مثال هی میشنوید مثلا ایلان ماسک اینطوری مثلا چیپی کاش توی مغز و اینا میشه مهندسی پزشکی دیگه، اینا میشه لبه های دانش و دوست دارن دانشگاه ها، دوست دارن مرکز تحقیقاتی که تو این هیته ها سرمایه گذاری کنن و یه هیته خیلی خوبیه برای ادامه تحصیل. دوستان که بخوان خارج از ایران برن، عملا راهشون توی این مسیر کاملا روشن و آینده داره. پس این میشه هیته سوم که به نظر خود من که تو این هیته هستم خیلی جذابه و خیلی خوبه. خب این جمعنی در مورد مهندسی پزشکی. امیدوارم که یه ذهنیت خوبی در مورد تجهیزات پزشکی و هیته مهندسی پزشکی پیدا کرده باشید و بتونید تو انتخابتون ازش استفاده کنید. قطعاً رشته‌های دیگه هم رشته‌های خوبی هن، اما رشته ما رشته خیلی خوبیه.